سپ بلاتر که برای تبریک صعود ایران به جام جهانی به تهران آمده بود، عصر امروز به دیدار رئیس جمهور رفت. دکتر روحانی در دیدار با بلاتر تاکید کرد که فوتبال میتونه روابط و فرهنگ ملت‌ها و کشورهای مختلف رو به هم نزدیک‌تر کنه. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که دروازه فوتبال تنها هدفی برای گل زدن نباشه، بلکه دروازه‌ای برای دستیابی به صلح و دوستی برای همه ملت‌ها باشه. در این دیدار سپ بلاتر فوتبال رو یک جنبش اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در میان ملت‌ها دونست و گفت برگزاری مسابقات در برقراری صلح بسیار موثره. اما سپ بلاتر بعد از دیدار با رئیس جمهور به سالن همایش‌های صدا و سیما رفت و کنگره بین‌المللی علم و فوتبال رو افتتاح کرد. حضور سپ بلاتر و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران اعتباری بود برای فوتبال کشورمان و دومین همایش علم و فوتبال. سپ بلاتر در این همایش با ابراز خوشحالی از حضور در کشورمان با اشاره به ابعاد مختلف دنیای توپ گرد، فوتبال را بالاتر از یک بازی ساده دانست و گفت فوتبال فلسفه، عاطفه، عشق و امید است. بلاتر هدف فوتبال را فقط کسب جام ندانست و تاکید کرد فوتبال دنیای تحرک و پویایی است و حضور ایران در جام جهانی برزیل فرصتی است برای معرفی بهتر ایران. برگزاری دومین همایش کفاشیان در این همایش خواستار حمایت فیفا برای علمی تر شدن فوتبال در ایران شد. یکی از اهداف فدراسیون فوتبال برای برگزاری این همایش و دعوت از سپ بلاتر جلب حمایت فیفا برای